دوستای گلم سلام. به کانال قصه مدیا خیلی خوش اومدین. امشب میخوام براتون حکایت پسر کفش دوز و دختر پادشاه رو بخونم. امیدوارم که خوشتون بیاد. به نام خدا. سالها پیش پادشاهی بود و یک دختر داشت. دختر انقدر زیبا بود که مثل پنجه آفتاب بود. دختر همانطوری که زیبا بود با فهم و کمالات هم بود. در کنار قصر پادشاه کفش دوزی زندگی می کرد و دکان او روبروی پنجره اتاق دختر پادشاه بود. کفش دوز یک پسر زیبا و بسیار بلند بالا و زبر و زرنگ داشت. یک روز دختر پادشاه پشت پنجره ایستاده بود و بیرون رو نگاه می کرد. چشمش افتاد به پسر کفش دوز و یک دل نه 100 دل عاشق او شد. پسر هم دختر رو دید و دل از دست داد. از آن روز به بعد پسر پشت بام خانه می ایستاد و دختر هم پشت پنجره اتاق و با هم صحبت و درد و دل می کردند. مدتی گذشت. یک روز دختر دید که پسر گریه می کند. علت آن را پرسید. پسر گفت تو که می دانی که من پسر یک کفش دوز فقیر هستم و تو دختر پادشاه. ما نمیتونیم با هم ازدواج کنیم. اما این حرفا به خرج دختر نمیرفت که نمیرفت. دختر میگفت من فقط با تو عروسی میکنم. از آن طرف هرچه خواستگار برای دختر میآمد او همه را رد میکرد. پادشاه علت این کار را از دایه دختر پرسید. دایه ماجرای عاشق شدن به پسر کفش دوز را به او گفت. پادشاه عصبانی شد و دختر را در اتاقی زندانی کرد. دختر روز به روز پژمرده تر می شد. پادشاه که دید چنین است به دایه یاد داد که به دختر بگوید پسر کفش دوز مرده است. دختر وقتی این حرف را از زبان دایه شنید سکته کرد و همه به خیال اینکه او مرده است شهر را سیاه پوش کردند. پادشاه از غصه مریض شد. جسد دختر را در صندوق گذاشتند و آن را به خاک سپردند. وقتی آب روی گور دختر ریختند، آب پایین رفت و به داخل جعبه نفوذ کرد و دختر که نمرده بود، وقتی رطوبت به بدن او رسید، به هوش آمد و دید که همه جا تاریک است. شروع کرد به داد زدن و فریاد کشیدن. پسر کفش دوز وقتی فهمید دختر مرده است، آمد سر قبر او و تصمیم گرفت آنقدر آنجا بماند تا خودش نیز بمیرد. همین که به سر قبر آمد و کمی نشست، صدای دختر را از داخل قبر شنید. رفت کلنگ آورد و گور را کند. آنقدر کند تا به جعبه رسید و او را از گور بیرون آورد. وقتی دید دختر زنده است، او را به خانه خودش برد و آنجا پنهانی عقد کردند و با هم ازدواج کردند. پسر رو به پدر و مادرش کرد و گفت از این ماجرا به هیچ کس چیزی نگویید. بعد از مدتی دختر باردار شد و دختری به دنیا آورد که بسیار شبیه خودش بود. چند سالی گذشت. روزی دختر پادشاه بچه‌اش را به حمام برد. از قضا آن روز زن پادشاه هم در آن حمام عمومی بود. زن پادشاه زمانی که دختر بچه خردسال را دید از او خوشش آمد و با دیدن او به یاد دختر خودش افتاد. کمی با او بازی کرد، اما زمانی که دلتنگ دخترش شد گریه کرد و از هوش رفت. دختر که در جایی پنهان شده بود تا مادرش او را نشناسد، جلو آمد و سر مادرش را روی دامن خودش گذاشت. مادر دختر چشم باز کرد و دختر خودش را بالای سرش دید. دختر همه ماجرا را برای مادرش تعریف کرد. زن پادشاه دختر و نوه خود را همراه خودش به قصر برد. پادشاه بعد از دیدن آنها بسیار بسیار خوشحال شد. سپس دستور داد داماد خودش را به قصر ببرند و قصر زیبایی در کنار قصر خودش برای آنها ساخت. و پادشاه که حالا پیر شده بود تاج خود را بر سر داماد خود گذاشت و پسر کفش دوز شد پادشاه آن شهر.
دوستای گلم، مرسی که تا پایان داستان همراه هم بودین. امیدوارم که از داستان لذت برده باشید.